سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم حال تک تکتون خیلی خوب باشه. امروز اومدیم با یه ویدیو خفن قراره که با هم دیگه بریم 10 تا از گرونترین هتل‌های شهر رو با هم دیگه ببینیم. امیدوارم حال تک تکتون خیلی خوب باشه و همین دیگه بریم با هم دیگه هتل رو ببینیم و اگه پولشون هم خیلی زیاد بود دلار میگه دیگه، ما با هم دیگه به پول ایرانی توی ماش حساب مثلا به پول ایرانی بگیم دیگه. آره دیگه درود به تمام دوستان. هتل های زیادی در دنیا وجود دارند که هر روز به میلیون ها مشتری سرویس میدن. هتل هایی از شبی $20 تا هتل هایی که شبی چند ده هزار دلار قیمت دارند. با ما همراه باشید تا در این قسمت شما را با 10 تا از سویت های گرون قیمت هتل های جهان آشنا کنیم. این سویت ها بالاترین خدمات، بیشترین راحتی و زیباترین چشم اندازها را ارائه میدن. شماره 10 هتل ریتز کارلتون در مسکو پایتخت روسیه است. اگر شما دوست داشته باشید یک شب رو در سویت ریتز کارلتون سپری کنید باید $16500 هزینه برای اون پرداخت کنید. وایسا، من باید این رو به پول ایرانی حساب کنم. خب این الان 16 میلیون 500,000 دلاره، ضرب در دلار 50 تومانی میکنیم که الان 50 تومن دلار. نمیدونم شما این ویدیو رو که میبینید میشه اگه یه روز برید تو این هتل باید 825 میلیون تومن پول با خودتون ببرید که پول خیلی کمی هم نیست. 825 میلیون پول. بریم ادامه شو ببینیم. شماره 9 سویت رویال آرم لدر در هتل لریچموند ژنو سوئیس. ولی شماره 10 زیاد خوشگل نبود که اینقدر پول میخواد. هزینه هر شب اقامت در این سویت هم $18900. این دیگه فکر کنم شماره 8 رویال سویت هتل برج العربه که فکر کنم خیلی همون باهاش آشنا باشیم. آره این قیمت یک شب این سویت زیبا 19600. 19 میلیون و 600 هزار 19 میلیون و 600 هزار ضرب در 50 980 میلیون تومن شما باید بدید. یعنی چی؟ یه روز میخواد تو هتل بمونه باید 980 تومن بده. $600. مشکله. ولی سویت شماره 7 در هتل پارک هایت وندوم شهر پاریس قرار داره. ایمپریال سویت این هتل شبی $20,000 هزینه. $20,000 ضرب در 50 1 میلیارد ما باید بدیم بهش. 1 میلیارد. شماره 6 حالا اگر بخواید یک شب رو در سویت بریج هتل آتلانتیس در باهاما سپری کنید باید $22,000 بپردازید. شماره 5 یک هتل ریتز کارلتون دیگه است. سویت پرزیدنشال در بالاترین طبقه ساختمان هتل در شهر توکیو قرار داره و هزینه اقامت در اون شبی $25,000. $25,000 حاجی زیادم خوشگل نیست. $25,000 ضرب 50 1 میلیارد و 250 میلیون. 1 میلیارد و 250 میلیون. من زیاد خوشگل نیست خودش. شماره 4
اگر در روم پایتخت ایتالیایی و دوست دارید شب خودتون رو در یک سویت لوکس سپری کنید، میتونید به هتل وسین اکسلسیور برید و $31,000 بپردازید و یک شب رو به $31,000 $31,000 ضرب در 50 1,550,000,000 1,550,000,000 ولی این ارزشش رو داره. صبح که برسید. باشگاه داره، سخته میاره. این خوبه. آره بیاد. هتل بعدی هم در ایتالیا. بله، سویت پرزیدنتال در هتل کالا دی ولپه در جزیره ساردینیای ایتالیا که یک سویت با کلی امکانات در اختیارتون میذاره و $34,000 برای یک شب اقامت میگیره. همشون خوشگلن ولی پولاشون اصلا خوشگل نیست. ولی اگه بازم میخوایم بیشتر پول بدید، پس این دوتا آخری رو ببینید. دومین سویت گران جهان، پنت هاوس هتل آره این خیلی خوبه. آره قشنگ پیانو نگاه کن. فور سیزنز در شهر نیویورکه. این سویت خودش 9 تا اتاق خواب داره و شبی هم $35,000 هزینه شه. و اما گرونترین هتل جهان در ژنو سوئیس قرار داره. پنت هاوس سویت هتل پرزیدنت ویلسون به غیر از داشتن 12 اتاق لوکس و سرویس های لوکس دیگه، دارای در و پنجره‌های ضد گلوله هم هست که همین امر باعث شده این هتل به انتخاب اول مقام‌های سیاسی کشورها تبدیل بشه. اگر کسی بخواد تو این سویت ضد گلوله بخوابه، باید شبی $65,000 $65,000 بپردازه. $65,000 $65,000 ضرب 50 $3,250,000,000 تومن. 3,250,000,000 یعنی چی؟ در آخر باید بگم که لوکس‌ترین و مجهزترین اتاق جهان اتاقیه که در اون عشق و انرژی مثبت وجود داشته باشه. زندگیتون پر از عشق و آرامش باشه و مثل همیشه زنده باد انسانیت. خب گایز به آخر ویدیو رسیدیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو و لایک و سابسکرایب شما خیلی بهم انرژی مثبت و عشق میده، باعث میشه که من به شغل برسم، یوتیوبمو ادامه بدم. خب دیگه همین دیگه. امیدوارم هر جا هستید و سالم و خوشحال باشید. خب لطفا این ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید. بعد دیگه همین تا ویدیو دیگه خیلی خداحافظ.